ما امروز واقعیت داستان اینه در گستره جنگ روایت‌هایی و یک امپراتوری بسیار بزرگ هم پیش روی جریان انقلاب، تحقیرش چیزی رو عوض نمی‌کنه. اتفاقاً دشمن ما بسیار قوی است و با این حال زنده موندیم. با یک گروه بسیار قدرتمند وارد چالش شدیم. به ایران حمله نظامی خواهیم کرد. وارد کشور میشیم از 4 جهت، شهر به شهر. این شاه اسماعیل یکم صفوی میکشنتون بیرون. حمله نظامی میکنیم و تک تکتون میکشیم. و شما میدونید که من این کارو میتونم بکنم. با یک گروه بسیار قدرتمند وارد چالش شدیم.